چگونگی ادای حج. کسی که قصد حج را دارد باید نیت حج تمتع و یا قران و یا افراد را داشته باشد. در حج تمتع انسان می تواند بعد از ادای عمره از لباس احرام بیرون بیاید، ولی در حج قران و افراد انسان در لباس احرام خود باقی می ماند. اعمال حج از روز 8 ذوالحجه شروع می شود و در روز 13 پایان می یابد و چگونگی آن بر حسب روزها به این صورت است: روز 8 یا روز ترویه. این روز را روز ترویه نام نهادند چون در زمان قدیم حجاج در این روز برای خود آب را به اندازه کافی برای منا و عرفات تهیه می کردند، چون در آن دو مکان آب وجود نداشت. و سنت است که حاجی در روز 8 قبل از نماز ظهر احرام خود را ببندد و از جایی که هست احرام ببندد. اگر در مکه باشد از خود مکه و اگر در منا باشد از خود منا احرام ببندد. پس ابتدا غسل می نماید و از خوشبویی استفاده می نماید و لباس احرام می پوشد و می گوید لبیک اللهم حجا، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. و سنت این است که جمله تلبیه را زیاد تکرار نماید. بعد از آن حاجی به طرف منا می رود، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و نماز صبح روز بعد را در آنجا ادا می کند. هر نمازی در وقت خودش و نمازهای 4 رکعت را قصر می کند و 2 رکعت می خواند و در منا باقی می ماند تا طلوع خورشید روز 9 که روز عرفه باشد. روز عرفه روز 9. وقتی خورشید روز 9 طلوع کرد، حاجی لبیک گویان به سمت صحرای عرفات حرکت می کند و سنت است که حاجی ابتدا به منطقه نمره برود و تا زوال خورشید در آنجا بماند، البته اگر برایش امکان داشت. و نمره مکانی است قبل از عرفات چسبیده به آن. زمانی که خورشید به وقت زوال رسید و ظهر شد، سنت است که امام مسلمین یا نائب امام خطبه بخواند، خطبه‌ای که مناسب با حال و اوضاع مسلمان ها باشد، یکتاپرستی خداوند را بیان نماید و به حجاج احکام حج و سایر امور مهم دین را آموزش دهد. سپس در آنجا نماز ظهر و عصر را قصر کنند و جمع تقدیم برپا بدارند. و اگر حاجی در نمره توقف نکند و مستقیما به عرفه برود جایز است. وقوف در صحرای عرفات. و منظور از وقوف در عرفات این است که حاجی در روز 9 در عرفات باشد. فرقی نمی کند که ایستاده باشد یا نشسته و یا خوابیده و یا سواره باشد، چون منظور فقط ایستادن نیست. وقوف در عرفات رکنی از ارکان حج می باشد که حج بدون آن صحیح نمی باشد. اگر وقوف را از دست داد، حج را از دست داده است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حج عرفات است. و وقت وقوف در عرفات از طلوع خورشید صبح روز 9 شروع و تا طلوع صبح روز 10 ادامه دارد. اگر کسی در این اوقات در عرفات ماند، اگرچه که یک لحظه هم باشد و او شرایط وقوف را دارد، حجش درست است. و اگر کسی نتواند در این اوقات در عرفات بماند، حجش صحیح نمی باشد، بر اساس آن چیزی که از ابن عباس مرفوعاً روایت شده که گفت کسی که عرفات را قبل از طلوع صبح دریابد، حج را دریافته است. اما در مورد مکانهای وقوف در عرفات، پس عرفات همه جای آن محل ماندن است و رسول الله صلی الله علیه و سلم کنار کوه نزدیک به صخره ها رو به قبله ایستاد و فرمود من اینجا توقف کردم و همه عرفات محل وقوف می باشد. اگر حاجی توانست جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم توقف کرده او هم توقف کند و در غیر این صورت همه جای عرفات محل وقوف می باشد.
و درست نیست که حاجی در دره‌ای که کمی قبل از عرفات قرار دارد بماند. اسم آن دره ارنه نامیده می شود و از کوه و صخره‌ها بالا نمی رود. صحرای عرفات دارای حد و حدود مشخصی می باشد که از قدیم نشانه گذاری شده است و در زمان کنونی با تابلوهای بزرگ که کاملا برای همه واضح باشد حد و حدود آن را از همه طرف مشخص کردند. حاجی در زمان وقوف در عرفات چه کارهایی انجام می دهد؟ مشروع است که حاجی در این روز رو به قبله نماید و زیاد دعا کند و در دعا کوشش کند و گریه و خشوع و ضعف و نیازمندی خود را به سوی الله عزوجل آشکار نماید. در دعا اصرار نماید و دعا را تکرار کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین دعا دعای روز عرفه است و بهترین دعایی که من و انبیا قبل از من گفتند این می باشد: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. و بر این حریص باشد که دعاهایی ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم را بخواند و از دعاهای جدید و سخت خودداری نماید و اگر چیزی از قرآن بخواند که بهتر است و بر پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد درود بفرستد. انسان حاجی باید به یاد عظمت و بزرگی و فضل این روز باشد و اینکه الله در این روز بر بندگانش کرم می کند و به وسیله حجاج بر ملائکه فخر می ورزد و کسانی که اهل جهنم بودند را از آتش جهنم نجات می دهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ روزی مانند روز عرفات نیست که خداوند در آن بیشترین بندگانش را از آتش جهنم آزاد می کند و می بخشد و او پایین می آید و بر ملائکه ها فخر می ورزد و می فرماید اینها چی می خواهند؟ پس شایسته است که حاجی تمامی ساعات این روز پرفضل را مغتنم بشمارد و دوباره توبه کند و نفس خود را محاسبه کند و وقت خود را با پرسه زدن و صحبت و جر و بحث به هدر ندهد. برگشتن از عرفات. حاجی بعد از غروب خورشید از عرفات برمیگردد و اجازه ندارد قبل از غروب برگردد و اگر قبل از غروب خارج شد باید به عرفات برگردد اگرچه در شب باشد و اگر برنگشت باید خون بدهد و خون یک گوسفند یا یک هفتم شتر یا یک هفتم گاو می باشد. شب دهم رفتن به مزدلفه و شب ماندن در آنجا. حجاج بعد از غروب خورشید به مزدلفه می روند و سنت است که حاجی با آرامش و وقار حرکت کند تا به کسی آزاری نرسد و سنت است که در حال لبیک و مشغول به ذکر الله باشد. وقتی که به مزدلفه رسید قبل از اینکه بار و وسایلش را پایین بیاورد نماز مغرب و عشا را جمعاً می‌خواند. نماز عشا را قصر می‌کند. حکم شب ماندن در مزدلفه. شب ماندن در مزدلفه واجب است و نماز صبح را زود در آنجا می‌خواند و از مزدلفه قبل از نماز صبح حرکت نمی‌کند مگر به خاطر عذری مانند زنان ناتوان و کودکان و کسانی که همراه آنها هستند یا کسانی که مشغول خدمت رسانی به حجاج هستند. اینها اجازه دارند که نیمه شب و بعد از پنهان شدن مهتاب از مزدلفه حرکت کنند. کارهایی که حاجی در مزدلفه انجام می دهد. زمانی که نماز صبح را خواند مستحب است که برود به مشعر الحرام و رو به قبله شروع نماید به ذکر و تکبیر و دعا در حالی که دستانش بالاست و این کار را تا اینکه سپید دم کامل شود ادامه می دهد و سپید دم انتشار روشنایی صبح می باشد و جایز است در هر جایی از مزدلفه توقف کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد فرمود و من اینجا ایستادم و جمع تمام جایش محل وقوف است. منظور از جمع در حدیث مزدلفه است.
و وقتی از مزدلفه حرکت کرد سنت است که 7 سنگ برای رمی جمرات روز اول فقط بردارد، اما برای بقیه روزها سنگریزه را از خود منا میچیند و از هر جا سنگریزه برداشت جایز است. روز دهم یا روز عید، حاجی اندکی قبل از این که خورشید طلوع کند از مزدلفه به طرف منا حرکت می کند. در راه زیاد لبیک می گوید و وقتی به دره محصر رسید حرکت خود را تندتر می کند و آن نام دره است قبل از منا وسط منا و مزدلفه واقع شده است. زمانی که به منا رسید کارهای روز عید را انجام می دهد که عبارتند از رمی جمره عقبه، قربانی کردن، تراشیدن موی سر یا کوتاه کردن و طواف و سعی. روش انجام دادن این اعمال به این صورت می باشد: رمی جمره عقبه، این اولین عمل روز عید می باشد. زمانی که حاجی به منا رسید به سوی جمره عقبه می رود. این جمره آخرین جمره از طرف منا و اولین جمره از سمت مکه می باشد. وقتی به آنجا رسید لبیک گفتن را به اتمام می رساند و رمی جمره انجام می دهد با 7 سنگریزه پشت سر هم و با هر سنگ زدنی الله اکبر می گوید. وقت مستحب برای رمی صبح روز عید است، ولی اگر کسی قبل از صبح و در پایان شب رمی انجام داد درست است و برایش کفایت می کند و وقت رمی انجام دادن تا طلوع صبح روز 11 ادامه دارد. تذکرات: انسان مسلمان باید از آزار رساندن به سایر برادران حاجیش در زمان انجام دادن رمی جمرات و سایر امور حج خودداری کند. حاجی باید مطمئن شود که سنگریزه ها در حوض مقصد پرتاب سنگ افتاده است، چون بعضی از مردم اشتباهاً گمان می کنند که باید به ستونهایی که نصب شده سنگ زد. در نتیجه سنگریزه به داخل حوض نمی افتد و بعضی دیگر از فاصله دور پرتاب می کنند ولی سنگ به داخل حوض نمی افتد. این گونه حالتها باعث می شود واجب در رمی ادا نشود و مسلمان باید از زیاده روی در رمی خودداری نماید، مانند پرتاب سنگهای بزرگ یا دمپایی، چون سنت این است که اندازه سنگریزه کمی بزرگتر از دانه‌های نخود باشد و اگر همه سنگها را یک دفعه و با هم پرتاب کرد فقط یک پرتاب سنگ به حساب می آید و اگر سنگ را در مکان رمی قرار داد درست نیست، چون باید پرتاب صورت بگیرد. ذبح قربانی و آن دومین عمل از اعمال روز عید می باشد و اگر قربانی به همراه دارد آن را ذبح می کند و از گوشت آن می خورد و به مساکین هم می دهد. قربانی برای شخصی که حج تمتع و قران انجام می دهد واجب است و برای کسی که حج افراد می کند سنت است و اگر قربانی را از این روز به تأخیر انداخت جایز است. تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر و آن سومین عمل از اعمال روز عید می باشد. پس مرد موی سرش را می تراشد یا از همه قسمتهای آن کوتاه می کند و تراشیدن بهتر است، اما زن به اندازه سر انگشت از موی خود کوتاه می کند. طواف افاضه و آن چهارمین عمل روزهای عید می باشد و نامیده می شود به طواف افاضه یا طواف زیاره و در این طواف سری را رفتن و استبا یعنی ردا را از زیر بغل راست بر کتف چپ انداختن وجود ندارد و بعد از طواف اگر امکان داشت به نزد مقام ابراهیم می رود و پشت آن 2 رکعت می خواند. بعد از سوره فاتحه در رکعت اول سوره کافرون و در رکعت دوم سوره اخلاص می خواند و اگر نتوانست پشت مقام ابراهیم نماز بخواند هر جایی که خواست نماز بخواند. در این طواف بهتر است که بعد از رمی جمره و تراشیدن موی از لباس احرام بیرون بیاید و لباس عادی بپوشد و از بوخوشی استفاده کند، چون عایشه رضی الله عنها فرموده
من برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از بوخوشی استفاده می کردم زمانی که احرام می زد و زمانی که خود را از احرام بیرون می آورد قبل از طواف خانه. وقت طواف افاضه: وقت طواف افاضه از طلوع صبح عید آغاز می شود و برای انسانهای ضعیف که در آخر شب رمی انجام دادند اجازه هست که قبل از صبح طواف انجام دهد و اجازه هست که طواف افاضه را از روز عید به تأخیر بیندازد، ولی خلاف افضل است. سعی: بر کسی که حج تمتع انجام می دهد واجب است که سعی بین صفا و مروه را انجام دهد. اما کسی که حج افراد یا قران انجام داده، اگر بعد از طواف قدوم سعی بین صفا و مروه انجام دادند، برایشان واجب نیست که بعد از طواف افاضه سعی کنند. وقتی حاجی از طواف افاضه و سعی فارغ شد، اگر سعی بر او واجب بود، اعمال روز عید را انجام داده است و باید به منی بازگردد و شب 11 را آنجا بماند. ترتیب اعمال روز عید: سنت در ترتیب اعمال روز عید همانطور که گذشت این گونه است: رمی، سپس قربانی، بعد از آن تراشیدن مو، سپس طواف و پس از آن سعی انجام دادن برای کسی که سعی بر او واجب است. اگر بعضی را بر بعضی دیگر پیش انداخت درست است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد اجازه داده است. پس اگر ابتدا موی خود را تراشید بعد رمی انجام داد درست است و اگر ابتدا قربانی کرد سپس طواف و بعد رمی انجام داد درست است. و بدین صورت چون زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از او در مورد تقدیم و به تأخیر انداختن هر چیزی در این روز سوال شد، جوابی نداد مگر این که فرمود انجام بده و هیچ گناهی بر تو نیست. بیرون آمدن از احرام اول و بیرون آمدن از احرام دوم. بیرون آمدن از احرام اول آن مباح شدن جمیع امور ممنوعی است که بر شخص محرم حرام بوده آن را انجام دهد، به جز جماع یا نزدیکی با زن و یا عقد ازدواج بستن که برایش حلال نیست. بیرون آمدن از احرام اول با انجام دادن 2 کار به وجود می آید: رمی جمره عقبه و تراشیدن یا کوتاه کردن مو و طواف با سعی برای کسی که بر او واجب است. بیرون آمدن از احرام دوم و آن مباح شدن جمیع امور ممنوعی است که بر محرم حرام بوده و بیرون آمدن از احرام دوم به وسیله انجام دادن همه کارهایی که گذشت به دست می آید. ذبح کردن قربانی ارتباطی با حلال شدن کارها ندارد. پس اگر قربانیش را تا روز 11 به تأخیر انداخت و تمامی دیگر اعمال روز عید را انجام داد، او به حالت بیرون آمدن از احرام در آمده است، اگرچه که قربانی نکرده باشد. روزهای تشریق عبارتند از 11 و 12 و 13 ماه ذوالحجه. به این اسم نامگذاری شده چون گوشتهای قربانی در این روز در معرض نور خورشید قرار می دادند، یعنی گوشت را تکه می کردند و پهن می کردند و در زیر نور خورشید خشک می کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد این ایام فرموده: آگاه باشید این روزها روزهای خورد و نوش و ذکر الله عزوجل است. اعمال حج در شب و روز ایام تشریق. شب و روز 11 واجب است ماندن در منی شب 11 و در روز 11 و در روز 11 بعد از زوال خورشید رمی جمرات سگانه انجام می‌دهد. هر جمره‌ای با 7 سنگریزه. جمرات همان حوضهای سگانه هستند که در هر یک از آن یک ستون برای مشخص شدن آنها قرار دارد. در آخر منی در جهت مکه قرار دارند. اول آنها جمره اولا، بعد از آن وسطا و سپس جمره کبرا قرار دارد که همان جمره عقبه است و آن نهایت منی از طرف مکه است. چگونگی رمی: از جمره اولا شروع می کند،
7 سنگریزه پشت سر هم به سوی آن پرتاب می کند و با هر پرتاب تکبیر می گوید و باید سنگریزه در حوض بیفتد. سپس اندکی به آن نزدیک شده می ایستد و دست خود را بالا برده شروع به دعا می کند. سپس جمره وسطا با 7 سنگریزه مانند جمره اولا به آن پرتاب می کند و بعد از آن در حالی که دست بلند کرده دعا می کند. سپس جمره عقبه 7 سنگریزه به طرف آن پرتاب می کند، ولی بعد از پرتاب سنگریزه برای دعا نمی ایستد. روز و شب 12 ماندن در منا در شب 12 واجب است. وقتی خورشید به وقت زوال رسید، مانند روز 11 رمی جمرات سگانه را انجام می دهد. کسی که برای رفتن در این روز عجله دارد، پس رمی جمرات انجام می دهد و قبل از غروب خورشید از منا بیرون می رود. اگر خورشید غروب کرد و او هنوز در منا بود، باید شب در منا بماند و روز 13 هم رمی جمرات انجام دهد و این کار به دست آوردن خیر بیشتر برایش است. الله متعال فرموده بر کسی که اعمال منا را در 2 روز انجام دهد گناهی نیست و کسی که رمی جمرات را تا روز 3 به تأخیر بیندازد گناهی ندارد. این رخصت برای کسی است که تقوا پیشه کند. مراد از بر کسی که اعمال منا در 2 روز انجام دهد 2 روز از روزهای تشریق یعنی 11 و 12 می باشد، یا هم به تأخیر می اندازد و روز 13 را کامل می کند. شب و روز 13 بعد از زوال خورشید روز 13 رمی جمرات سگانه را به همان روش روز 11 انجام می دهد و وقت رمی با غروب خورشید این روز به پایان می رسد. اگر حاجی رمی جمرات 1 روز را انجام نداد و در روز بعدی انجام داد جایز است و اگر به روز آخر هم انداخت جایز است، چون روزهای تشریق همه اش وقت رمی جمرات است. و طریقه رمی اگر به تأخیر انداخت این گونه است که ابتدا رمی جمرات سگانه برای روز اول انجام دهد، سپس دوباره باز می‌گردد به جمره صغرا و رمی انجام می‌دهد برای روز بعدی و به این صورت، و این کار را انجام نمی‌دهد مگر بعد از زوال خورشید. طواف وداع: وقتی که حاجی قصد رفتن از مکه را دارد، طواف وداع انجام می‌دهد و آن از واجبات حج است و بعد از این طواف سعی وجود ندارد و طواف وداع از زن حائض یا نفسا ساقط می شود. به تأخیر انداختن طواف افاضه تا طواف وداع: اگر حاجی طواف افاضه را تا طواف وداع به تأخیر انداخت جایز است، ولی برخلاف افضل است و درست است برایش که اکتفا کند به طواف افاضه به جای طواف وداع، به شرط اینکه نیتش طواف افاضه باشد. در این صورت برایش اکتفا می کند به جای طواف وداع، اگرچه که سعی هم انجام دهد بعد از آن، و به این صورت حج را به اتمام می رساند و دعا می کند نزد الله که حجش مورد قبول واقع شود.